эй озир ҳама каса ба Куран меравем. Куран. Куран? Куранаш чӣ? ту Куранро намедонӣ? ҳоло меравем мебинӣ онҷоро. Куран ин беҳишти замин. танҳо онро диданда. шоирона гуфтӣ. фаҳмидӣ? Куран беҳишти рӯи замин. гӯш кунед. ҳоло меравем. шумо дар он ҷо ҳур мешавед. ҳури беҳишт. фаҳмо? рафтӣ. ҷамол гӯш кун. ту тарак масти. ягон мошин қапида меравем. чӣ? ман ин мошини қиматро барои он гирифтам ки ба мошини дигарон равам. номаъқул кардӣ. хайр майлаш, ту аз ман хафа нашав. ё ту бо ҳамин мошини базиби худат рав. мо аз қафаи ягон мошинча қапида меравем. тамом. шумо аз ман ибо мекунед? нахоҳед. ихтиёратон. ман рафтам. ҷамол. ҷамол. Natalka رو تیار کنید.
وضعیت بیمار نهایت بسته است. صدمه نقلیاتی. معاینه سر عمیق. جگرش هم آسیب دیده است. به نظرم یک چند قبرغایش شکسته است. البته این تشخیصی پیشک است. چی؟ روز صدها هزارها صدها نفر را با این بیمارخانه میارن. چی؟ آخری باید در حالت مرگ قرار دارد. ای تو خودت را اینقدر عالی های نجات بخشو انسان دوست نشانه دهندی. آخری من گمان کردم شما نوبتدار خیرو. آخری شما میدونید که این کارا شما سمیمیش میتوانند. آخری اون کس من خیرو، من نوبتدار، لیکن نوبتداریم این شب میدانی که وزنین گذشت و من هم انسانم. فهمیدی؟ رو تو بچه جان احتیاط شو. به جان جوانت رحم نکردی، به جان جوانت جبر کردی جمال. اکنون عاقبت کاری تو چی می شده باشد؟ وای اصلا همه شی بی خودم شد. تو رو ارکه کردم، بچه نخست گفتم، ماشین خریده دادم. اکنون وای بر من. جمال پسرم جمال، مرچاو جمال، مبارزه بر. با من خیانت نکن، التجا میکنم. چشمانت را گشا جمال، بی تو من میمیرم جمال پسرم. مرد شو، مبارزه بر جمال. شما بودید رو بره؟ آخی این آن طرفش کنید. این یگانه فرزند من از مانه در برد. زودتر استاد سلام. این من سنبوله. بیمار را آوردم. در حالت وزنی قرار دارد. چیکار کنیم؟ خب فهمم. شاه سمیلیچ. میدونم زنگ زدم. گفتن که رسیده میایم. فرمودن که رنگی کنیم.
یه 8-9 ساعت زنده ماندنش مانده است خلاص. شاه سمیر چی گفتن؟ آن کس در راه رسیده می آید. خدا میداند که شاه سمیر چون در این حالت جراحی را به ذمه گیرد. خدا میداند. افسوس. احوال پسرم چه خیلی است؟ اکنون احوال پسر شما من چی گویم؟ راستی گپ من و شما دنیا را دیدیم، پستی و بلندی دنیا را چشیدیم. لیکن سلامتی پسرتون به خداوند وابسته است. لیکن اگر شخصا من به جای شما می بودم پسرم را عذاب نداده خانه می بردم. فهمیدید؟ دکتر جان شما چه سفسطه گفته ایستاده؟ بهترش گیرید پسرم رو جراحی کنید. شما مرا نفهمیده ایستاده. من خودم را به بلا نمیمانم. میفهمید یا نه؟ حاضر یک جراحی نغز عالی جناب می آید اگر که خواهد جراحی میکند، لیکن خدا میداند که باید هم جراحی کند یا نه. آخه آن جراح کی می آید؟ پسرم مرده ایستاده است. شما آدم هستید یا نه؟ دکتر جان گیرید پسرم را جراحی کنید. من خواهش میکنم. من نمیدانم. شما کو قسم خورده اید. دکتر شما انسان هستید یا نه؟ سلام علیکم. شما را ببینم. پس جمال‌الدین رحیمov پسر شماست. بله پسر. معاینه تکنیکی نشان داد که صدمه با عیب پسر شما رخ داده است و در این صدمه یک دست جان خود را از دست داده است. برای همین من پسر شما را باید بینم و او به سوالهای من باید جواب کنم.
خیال به سوالهای شما جواب دهد. آخر بیچاره در بستر بیماری است. اگر صحت شود به 1000 سوال شما جواب میده. مایلش شما ما رو بطلب. من باید جراح کنم. و من هم جراح در کار است. دکتر کنی جراح کن تو. دکتر شما یگان ذره وجدان دارید یا نه؟ آخر چند ساعت باز ما شما را انتظاره؟ و من حاضر زنگ زدن من دوید آمدم. البته وقتی که در بستر بیماری فرزند شما خواب نیستن همین خیر شما آرام گپ میزنید. آرام شوید برادر. هر چیزی که از دست ما میآید ما هم البته میکنیم. آخر دکتر شما این وظیفه شماست. آخر شما باید در فکر صحتی این مردم باشید. آخر شما قسمی که بکرت خورده اید. قسم من برادر عزیز وجدان من است، ایمان من است، خلق من است، وطن من است. صحت سلامتی فرزند شما در دست پروردگار است. شما دعا کنید در درگاه خداوند که به پسرتون شفای کامل باشد.
دختر پسرم چطور شد؟ والا چی دارم است دکتر؟ نجات یافتم رهید یا التماس روم نباشد. همش نقص باشه تویش رو یک جا میخوریم. چی؟ با دکتر نفهمیدن راست بوده است. راست. این دکترتان اینقدر تکبر دارد. نظرش آدم را نمیگیرد. اکنون یک کمک ایستا. نه ما به خود آمدیم، ما یک مینداری بیان کنیم. نه نظرش نمیگیرد. آخر ما گرفتار بودیم. پسرمون در بستر مرگ بود. ایستا که مینداری بیان کنیم. مثل آن که گرفت و میند کرد. خب شما چرا دارم؟ شما میدونید که شاهسمی یک مصیبت دارم. یک و یگانه پسرشان را در صدمه بای دادم. در خانهشان ماتم گریه دارم. امروز جنازه به خاک میسپارم. سبب مرگ او پسر شما میباشد. شما باشد که بکرم وجدان. تو چی گفتی؟ تو چی گفتی؟ دکتر! دکتر جان من شرمنده رو خزت همهش از نصیب بوده است. هزاران بیماران رو نجات دادم. نجات داده توانستم، لیکن یگانه فرزندم رو نجات داده نتوانستم. دکتر نباید میبر فرزندی من فرزندی شماست. خواهش میکنم جمال پسر شماست. او رو با فرزندی قبول کنید. پسرتون رو تربیت کنید.